سلام داداشای گلم، حالتون چطوره؟ قضیه از اونجا شروع شد که من یه انمی رو زدم. توی کاستوم بودیم، یه انمی رو زدم، باکسش اچس داشت. نگاه کنید اینجا اچسش رو برداشتم دیگه. خودتون شما نگاه کنید دیگه، اصلا نگاه کنید این اچس داشت تو باکسش. من اچس اینو برداشتم، شما خودتون از اینجا به بعد رو نگاه کنید. نگاه، من واقعا نمیدونم چه تعریفی از این اتچمنت بکنم. خب نگاه، یارو ریوایوی بود، اصلا اومد لندو کرد، من وانشات شد، نفهمید اصلا. اینجا رو نگاه کنید، یارو اصلا کل مپ، چجوری بهتون بگم، کل مپ از این چیز بودن، یعنی چجوری بهتون بگم، کل مپ از دست من فشاری بودن. همه میخواستن بریزن سر من، اسکوادی بریزن سر من که منو بزنن. اینجا رو ببینید، وانشاتو ببین، رنجو دیدی؟ اصلا نمیدونم، واقعا نمیدونم از این اتچمنت تعریف و نگاه. رنجو دیدی تو؟ رنج اصلا با این اتچمنت رو برو بزن فقط. نگاه کنید اینجا هم مثلا انقدر دیگه فشاری شده بودن فوش میدادن. آره من نگاه کنید اینجا لند پایین رو دادم دوباره، نگاه این نخورد. خب رفتم بالا، یارو اومد بالا، بعد لند پایین رو داد، رفتم پایین با بیوای زدمش. اصلا یه چیز خفنیه. خب تا آخر ویدیو رو نگاه کنید، اتچمنت هم تا آخر ویدیو ببینید گذاشتم. اتچمنت بچینید، برید چه رنگ میخواید بزنید، چه بتل میخواید چه کاستوم میخواید بزنید، هر چی دوست دارید بزنید. خب چه ساعت دراب بکشی بری تو دل اسکواد، اصلا ببین تک به 10 میزنی. میدونی چی میگم؟ اصلا انقدر اتچمنتش خوبه. شما این اتچمنت رو بچینید، تو کل مچ ازتون فشاری میشن، میخوام بریزن سرتون بزننتون. انقدر که چی میکنید شما، همه رو رنده میکنید. ببین با این نینجا شات بزن، برو تو دل اسکواد بزن، اصلا ببین بزن. خلاصه اینجوری بگم، بزن مخوره، اینجوری بهتون بگم. آره نگاه کنید اصلا بزنید بزنید عشق و حال. خب آره اتچ ویدیو هم گفتم، آخر ویدیو گذاشتم یه لایک و ساب فقط شما پای ویدیو داشتون بزنید که خستگیش در بره، که این همه براتون ویدیو میذاره. شما هم اگه لایک و ساب بزنید ویدیوهای جدیدتر میذارم تو راه، اصلا تو فکرشم. شما فقط یه حمایت از من بکنید، دمتونم گرم. بچه آخر ویدیو خیلی چیز جالبیه، شما نگاه کنید، اصلا آخر ویدیو خیلی جالبه. مطمئنم اصلا تو شوک میمونید. نمیدونم شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه تو کاستوما، نمیدونم. خب اصلا ببین، آره نمیدونم چی بگم الان، اصلا دیگه دارید میبینید دیگه. اصلا نگاه اینجا یارو کمپیده بود، خب فکر میکرد زیر پله های من نمیبینمش، وایستادم یه خط داد بیرون زدمش، یه نشونه داد زدمش. آره اینجا رو ببینید، اینجا هم باز یارو رو زدم، نگاه کنید. آره اینجا نگاه رفتم بالا یارو رو بزنم، به من میگفت این بات داره، کلن تیرش میخوره. نگاه کنید اینجا هم دیگه مردم دیگه، از چیز اومد داشتم ریلود میکردم مردم. آره نگاه کنید چجوری منو زد، اصلا اومد بالا یه شات زد، کلن 200 نمیدونم چند تا بود. اینجا بچه آخر ویدیو نگاه کنید، اینجا شما نگاه کنید، بازی خود به خود وین شد. دمتونم گم که تا اینجا نگاه کردید.